کمبود ریال میال با رفیقا همه. داداشی شما داری اشتباه میخونی. شما باید بخونی کمبود تریاک شیره گاز پیکنیک الان تموم میشه. خوشبال دخترها که اصلا افسرده نمیشن. یه نگاه میندازن به ماماهاشون زود از افسردگی در میان. افسردگی واسه پسراست. بیچاره تا میرن بهش نگاه میندازن میبینن یکی افسرده تر از خودشون افتاده اونجا افسرده تر. حالا که اینجور شد افسردگی همه مردا لای خوشیان. دختره نوشته یا حسین 5970 تا لای خورده. بعد خود امام حسین به زور 72 نفر رو جمع کرده. زیر بارون گمم یعنی بی تو چی میشه. زیر بارونا گمی دهن سرویس تو سیل و سونامی هم پیدایی. این قالبش کوچیکه، شما فقط قالب کارو ببین. اندازه کله آقا رضا به چند این هم قالب کار همونطور. وای رضا بعدن میفهمی تو کجا گذاشتنه. خواهرم ریدی تو آینده این بچه. ایشان میخواد لات بشه. باز دنیا رو گرفت ای دنیای بچگیان. نمیدونم محرم عشق ابدیه. به قرآن اگه یزید و شم میدونستن شما طرفدارای امام حسینی یک عمر با امام حسین رفاقت میکردن شاید اون وسط مسطا یه جوجه این نصیبشون بشه. آخه لام هستم من میخوام بدونم تو خونه به اون بزرگی به اون عظمت یه قالب یخ پیدا نمیشه که تو لباس کار و بچه رو خراب نکنی. یه سوال داشتم پسری که پراید داشته باشه میری تو رابطه؟ پراید به لول من میخوره پراید سوار باشم. خب چرا؟ فقط لنکروس. یعنی اصلا لولتون به پراید همین دنبال اینه ببینه کالابرگ شارژ شده یا نه. تازه جلو خرجش هم کرده. اون مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی دوستان دیگه به هر بزرگتری احترام نذاریم. شاید اون بزرگتر کونی باشه.